امین بعد از اون اتفاق با خیلی صحبت کرد، خیلی از متخصصا، خیلی از کسایی که تو این زمینه سررشته داشتن یا حتی خیلی از کسایی که مثل خودش تو این زمینه ضرر کرده بودن و فقط به خاطر اینکه برق بود جمعشون از دست داده بودن، اونم فقط به خاطر یک پروژه‌ای که چین آورده بود بالا. اتفاقا اطلاعاتی که پیدا کرده بود و بقیه هم داد، اون لینک‌های سایت‌ها، اون لینک‌های اصل نود چیزای دیگه که پیدا کرده بود داخل بقیه هم گذاشت و اونا هم اتفاقا به خاطر همین قضیه شروع به تحقیق سرچ کردن، متوجه این قضیه شدن که بین این داستان رفتن برق و حتی داستان خود ماین کریپتو ارتباط مستقیم وجود داشته. اما امین به اینجا بسنده نکرد، اون حلش رو کرد و هی این اتفاق گسترش داد تا اینکه چند تا از دوستاش حاضر شدن با هم دیگه یک تیمی رو تشکیل بدن که از این اتفاقات جلوگیری کنن. بعد از چند تا جلسه که با هم دیگه داشتن، امین اونا رو متوجه کرد که این اتفاقات چقدر تاثیرهای مختلف میتونسته توی جامعه‌مون و حتی توی درآمدهای خودمون داشته باشه، یا حتی حداقل تاثیرش این بوده که میتونسته خیلی از این سودا به خود ما برسه، اما به جاش تا چیزی که برامون مونده فقط خطر و ضرر بوده، چه برای ما، چه برای کسایی که توی بیمارستان موندن، چه برای دانشجو و کسای دیگه. اما همه اینا فقط به خاطر این موضوع بوده که چند نفر یا حتی بهتر بگیم یک کشور دیگه داشته این وسط سود شخصی می‌برده و تنها چیزی که می‌مونه براتون یک سوء استفاده و یا یک بهتر بگیم یک استعمار کلی و جامعی. همین بعد از این توضیحات رو همچنان میده اونا رو متوجه میکنه که این موضوعات فقط به ما بر نمیگرده و افراد خیلی بیشتری در نظر میگیره. با ادامه توضیحات حتی دوستاش متوجه میشن که آره این خطرها مثل اینکه خودشون هم تحت تاثیر قرار داده بوده و حتی خودشون هم توی همین موضوع ضرر کرده بودن. اما از اون مهمتر این بوده که این برق سرمایه ملیه و نباید توسط افراد دیگه استفاده بشه و فقط باید برای استفاده خود مردم باشه، یا حداقل این باشه که سودشون مردم ببرن و این نه اینکه کشور دیگه حتی مثل چین بخواد بیاد از این قضیه سوء استفاده بکنه یا اینکه اون رو به خاطر نفع شخصی خودش در نظر بگیره. این اطلاعات باعث شد که دوستای امین هم مثل خود امین خیلی عصبانی بشن و با همدیگه به فکرشون برسه که یک شبکه خیلی بزرگتری درست کنن. اونو به ذهنش رسید که یک شبکه بسازن. این شبکه میتونست اطلاعات خیلی سریع بین خودشون رد و بدل کنه تا حداقل اگه کسی دچار مشکل خاصی شد به بقیه هم اطلاع بده. خود امین با دوستای دیگه‌اش بود، افراد دیگه و حتی بیشتر از اون افراد دیگه با افراد دیگه و همینجور هی این شبکه بزرگتر میشد تا اینکه حتی اگر اتفاق خیلی خاصی هم میافتاد همه میتونستن از این موضوع بهره مند بشن. چرا؟ چون حتی اگر امین خودش بخواست یک مشکلی براش پیش بیاد مثل همین داستان برق میتونست سریع به بقیه اطلاع بده و اینجوری در عرض کمتر از چند ثانیه همه متوجه این قضیه میشد. اما خوبیت این موضوع این بود که هیچ کس نیاز نداشت حداقل با بقیه در ارتباط باشه و اینا به صورت یک زنجیره و یک شبکه خیلی بزرگتر فعالیت میکردن. مثل همون اتفاقی که داخل کریپتو میفته. و حتی اگر بقیه هم دچار این مشکل میشدن کسی بغیر از امین افراد دیگه که اونا رو میشناختن میتونستن بیان کمکشون کنن. همین الان که یکی از دوستای امین به این مشکل دیگه برخورده میتونه از کمک بقیه استفاده کنه. آره امین اومد و حتی به صورت آنلاین یا به صورت برخط روی شبکه‌های مختلفی که اونا داشتن با هم در ارتباط بودن و این باعث میشد که بتونن با هم دیگه یک شبکه امن‌تری درست کنن و همه مشکلات رو با هم دیگه حل کنن. اینجوری هیچ کدوم از مشکلات بی جواب نمیموند و در عین حال همه میتونستن با خیال راحت فعالیت کنن. بعد تو گفتگوی روزمرهشون تو هر اتفاقی که میتونست بینشون بیفته بقیه هم در ارتباط بذارن، چون اینجوری هم میتونستن تو سود هم شریک بشن، هم از اون طرف جلوی ضربه هم دیگه. اما حتی اگر اتفاقات بعدی هم میافتاد سریعا با هم در ارتباط بودن و این ارتباطشون باعث میشد که جلوی ضررهای دیگر رو بگیره. و مثلا مثل الان که این علامت خطرشون میدیدن سریع میرفتن به لینک سورسشون ببینن چی علامت خطر فرستاده و چی داره راجبش میگه. اونا تو این شبکهشون حتی کنفرانس آنلاین هم راجب تحلیل موضوعی که اتفاق میافتاد داشتن که بتونن با هم دیگه رد نظر عدو کات. اونا تو این شبکهشون حتی چند دقیقه دور هم دیگه جمع میشدن و اتفاقاتی که افتاده رو بررسی میکردن که بتونن حداقل از مشکلاتی که تو آینده ممکنه وجود بیاد جلوگیری کنن. این شبکهشون به صورت زنجیروار کار میکرد، جوری که همه به هم دیگه متصل بودن اما به صورت جدا از هم دیگه کار میکردن و هر کی که میخواست هر شب اطلاعاتی که میخواست میتونست به دست بیاره، اما میتونست اونها رو با اطرافیانش پخش کنه در عین حال که این اطلاعات به دست همه میرسید. درست همونجوری که بلاکچین کار میکنه، اینا هم بلاکچین مخصوص خودشون درست کرده بودن و از این بلاکچین داخل کارهای روزمرهشون استفاده میکردن، جوری که همشون بتونن از این استفاده سود ببرن.
کم کم با بزرگتر شدن این شبکه اونا تبدیل به یک نتورک خیلی قوی شدن که یک بلاکچین مخصوص خودشون رو انداخته بودن و اینجوری همشون میتونستن با خیال راحت و هر چقدر سریعتر با هم در ارتباط باشن، یک فضای مبستر امن رو ایجاد کنن برای خودشون، مثل اتفاقاتی که تا الان افتاده بود توی همون دوران کرونا یا حتی دوره‌های بعدی، بتونن سریعا همدیگر در جریان بذارن. این وسایل امن باعث میشد که اونها بتونن راحت‌تر، سریع‌تر و حتی با خیال راحت که اطلاعات از منبع‌های درستی به دست میارن و بتونن بهش اعتماد کنن، از این به شبکه استفاده کنن. این شبکه کم کم همینجور بزرگتر و امن‌تر شد تا جایی که کل ایران رو در بر گرفت و این شبکه مطمئن و امن و مردمی تونست خیلی از اتفاقاتی که حتی بعداً اتفاق افتاد رو جلوشو بگیره. همونطوری هم که داریم می‌بینیم چین دیگه به خاطر اینکه همه می‌دونستن داره چه کاری انجام میده نتونست بیشتر از این دخالت کنه. اما امی اگر سن کار اصلیش همون ترید خودش یا کاری که توی فارکس و بلاکچین‌های دیگه انجام میداد و این کار کمکش کرد که این بار عکس دفعه قبلی که بدون پشتوانه بود با خیال راحت و با اعتماد به شبکه‌ای که خودش ساخته بود بخواد کارش رو انجام بده. اما مطمئنم این بار میتونه به خیلی از جاهایی که دوست داشت برسه، حتی با وجود این بیماری خیلی سختی که همین الان گریبان کل جهان رو گرفت. خب دوستان، امیدوارم شما هم از این موضوع درس خوبی گرفته باشین و حتی بتونین شبکه‌های خودتون رو راه بندازین. تا قسمت بعد میبینم.